که فرق بین مؤمن و غیر مؤمن را کاملا مشخص می نماید و قرار گرفتن این دو گروه، این دو طبقه در دو جایگاه متفاوت و مختلف بیان می کند، پی بردن مؤمن به ارزش و جایگاه واقعی خود است. و این انسان تا زمانی که خود را نشناسد، جایگاه واقعی خود را تشخیص ندهد، به موقعیت و منزلت خود پی نبرد، امکان ندارد به سوی کمال تلاش و کوشش داشته باشد. امکان ندارد در جهت پاکیزگی و منزه بودن از پلیدی ها و پلشتی ها و آلودگی ها کوشش و تلاش نماید. روی این اصله که خداوند متعال در بسیاری آیات قرآنی این انسان را و جایگاه رفیعی که برای انسان در نظر گرفته شده است و موقعیت ممتازی که این انسان در مقایسه با سایر مخلوقات و آفریده های خداوند متعال به دست آورده بیان نموده است، چه در بعد ارتباط انسان با خدا و چه از نظر جایگاه انسان در زمین و چه از نظر جایگاه انسان در ملکوت اعلی. جانب ما بدانیم آنهایی که به همه چیز، به همه آفریده های خداوند متعال، به همه پدیده ها از دیدگاه مادی بحت می نگرند، انسان را به اندازه ای تنزل می دهند و موقعیت و شأن و منزلت انسان را اونچنان انکار می نمایند که خودشون هم درباره موقعیت خودشون و مقایسه خودشون با سایر مخلوقات و آفریده ها دچار اونچنان یاوه‌گویی هایی شده اند که به عنوان یک توهین آشکار، به عنوان یک جسارت غیر قابل انکار به ساحت انسانی در میان همه متفکران، فلاسفه و اندیشمندان مطرح و تلقی شده است. از دیدگاه مادیون، یعنی اونهایی که به همه چیز از دیدگاه مادی و با اون جهان بینی حیوانی نگاه میکنن، انسان مجموعی از همین گوشت و پوست و خون و استخوان است که اگر با موجودات زنده مقایسه کنیم، در حد خوردن، آشامیدن، زاد و ولد و حرکت چیزی دیگری بالاتر از این برای انسان قائل نیستند. آنها همون شعوری که برای سایر موجودات زنده می‌دانند، در همون حد برای انسان همچنین شعوری قائلند. از نظر آنها انسان یک حیوان کامل تکامل یافته از سایر حیوانات است. مثلا اون فرضیه داروین که یک جسارت و گستاخی آشکاری به ساحت انسانی است و همچنین این نشخوار کردن این عبارتها و این لفاظی‌ها توسط بسیاری که دارای این فکر و دارای این نگرش نسبت به انسان هستند. چون این افرادی قطعاً با این دیدگاه نسبت به انسانی انسان را مستعد و آماده رشد و ترقی معنوی نمی‌دانند. از نظر آنها انسان یک موجودی است که همیشه در سراشیبی سقوط و تنزل و فرو رفتن قرار دارد. از نظر آنها تمتع و بهره‌مندی و سعادت و خوشبختی برای انسان همین خوردن و آشامیدنه، زیرا میگن انسان برای این آفریده شده است. اون چیزی که با طبیعت انسان، با فطرت انسان از دیدگاه اونها سنخیت داره خوردن است، آشامیدن است، لذت بردن است، تمتع زودگذر است و چیزی غیر از این برای انسان سعادت ندارد. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. این زندگی برای ما همینه.
محدودیت انسان در همینه. از نظر مکانی، از دیدگاه انسان یک جسم بسیار صغیری در یک کره‌ای که به نسبت کرات منظومه شمسی هم کوچیکه و در کنار منظومه های دیگر که امروز گفتن صدها میلیون منظومه در افلاک وجود دارد، اگر ما بخواهیم از نظر مکانی مقایسه بکنیم، انسان به یک ذره‌ای میماند در کنار یک کوه استوار بلندایی که جلب توجه انسانها را از دور جلب میکنه. از دیدگاه آنها از نظر زمانی هم در مقایسه با عمر کره زمین و در مقایسه با عمر سیارات و کهکشان‌های دیگر باز هم قابل توجه نیست، اگر چندین قرن هم این انسان عمر داشته باشد. این یک قضاوتی است که آنها نسبت به انسان دارند. ولی ایمان به خدا، فهم و پذیرفتن واقعیت ها در رابطه با انسان، در رابطه با سایر موجودات، توجه به اون مرزبندی هایی که قرآن برای ما در نظر گرفته است، مرزبندی بین خالق و مخلوق، مرزبندی بین این انسان و سایر موجودات. اگر انسان به این مرزبندی ها دقت و توجه داشته باشد، می‌بیند انسان یک موجود استثنایی است در کنار سایر موجودات. اولا اگر نگاه کنیم این انسان، موقعیت این انسان در زمین، انسان در این زمین چه موقعیتی و چه جایگاهی در مقایسه با موجودات دیگر دارد. درسته که انسان از نظر جسم از مجموعه‌ای از جل آفریده شده است. درسته که انسان دارای طبیعت حیوانی مانند سایر حیواناتی که میخورن، میآشامند، تناسل دارن، حرکت دارن، نمو دارن. این خصوصیت ها در این انسان به بدیعه نهاده شده است. اما اگر خوب دقت کنیم، خداوند متعال در این عالم هستی موجودی برتر، بهتر، دارای خصوصیت عالیتر از انسان خلق نکرده است. هر آنچه خداوند متعال در این عالم هستی آفریده است، همه اینها برای این انسان آفریده است و این انسان را خداوند متعال برای خودش آفریده است. وقتی خداوند متعال می‌فرماید که ای آدمی مسخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض، همه اون که در آسمان و زمین ها وجود دارد، نه فقط در زمین گرد ما، بلکه اون که بر فراز ما خدا آفریده است، همه برای این انسان آفریده است، همه تویول این انسان قرار داده است تا این انسان با استفاده از این امکانات فراوان بتواند رسالت واقعی خود را ادا نماید، بتواند به اون مسئولیت عظیمی که خداوند متعال بر عهده انسان قرار داده و شایستگی و اهلیت و لیاقت عهده‌داری اون امانت عظیم و سنگین به این انسان سپرده است، انسان بتواند از عهده اون امانت سنگین، امانت تکلیف برآید. در رابطه با انسان، رابطه انسان با خدا و منزلت انسان در پیشگاه خدا، اگر دقت کنیم قرآن مجید برای این انسان جایگاهی در نظر گرفته است که هیچ موجودی